به نام خداوند بخشنده مهربان. دوستان گرامی، این چهارمین حلقه مسابقه ما هست که در گذشته ما درباره قصه آفرینش آدم علیه السلام و قصه فرزندان آدم علیه السلام گفته گذاشتیم. امروز قصه ما باشد درباره اولین شرک، اولین پدیده نامطلوب در جامعه بشری خواهد بود. مردم یک امت بودند. خیلی الله تعالی میگه کان الناس امه واحده، یعنی یک امت بودند، موحد بودند. الله تعالی در حدیث قدسی میگوید خلقت عبادی حنفاء فاجتالتهم الشیاطین. حدیث مسلم است. الله تعالی میگه که من بندگان خودم را یکتاپرست آفریدم و شیطان ها اونها را از راه زدم و به وسوسه خود اونها را مشرک قرار دادم. و از این حدیث معلوم می شود که اصل انسانیت این یکتاپرستی است، یا اینکه به اصطلاح مونوتئیسم است، و پلیتئیسم یا اینکه بسیار خدایی این یک پدیده نامطلوب است که بعداً جامعه بشری را رخنه کرده است. حدیث ابن عباس رضی الله تعالی عنه است. میگن که مردم 10 عصر در توحید و یکتاپرستی بودند. پس از آن ابلیس آمد و مردم را زینه به زینه از یکتاپرستی و توحید به سوی شرک سوق داد. میگن که ود و سواع و یغوث و یعوق انسان‌های نیک بودند. بعد اون که اونها وفات کردند، شیطان آمد و به اونها وسوسه کرد و تلقین کرد که چی میشود که اگر صورت آنها را گذاریم تا اینکه با دیدن آنها یاد خدا را کنیم، و این فکر برای مردم که خوب اومد، مردم نپذیرفتند و صورت ها را گذاشتن اول، و بعد از اون که این نسلی که صورت گذاشت وفات کرد، نسل نو آمد و شیطان به آنها وسوسه کرد و صورت به هیکل تبدیل یافت، و بعد به زینه برای هیکل قربانی پیشنهاد میکردند. زینه به زینه آنها را واسطه بین خود و بین خدا قرار دادند و همین طرز بشریت به سوی شرک قدم گذاشت و این پدیده نامطلوب جامعه بشری را رخنه کرد. این بود که الله تعالی پیامبر بزرگوار خودش، اولین رسول نوح علیه السلام را برای این قوم مشرک فرستاد تا آنها را از بندگی بنده ها به سوی بندگی خدای بنده ها سوق دهد. نوح این یک رمز مبارزه بین حق و باطل است. نوح علیه السلام پرچم بردار توحید است. نوح علیه السلام وقتی آمد مردم را میخواست که از بندگی بنده ها آزاد کند و به بندگی الله تعالی سوق دهد. نوح علیه السلام به قوم مبارزه بود که اون قوم به طبقه بندی اجتماعی اعتقاد داشت. وقتی که نوح علیه السلام مردم دعوت کردند و مردم مستضعف و بیچاره و کمبغل، بسیار انسان‌های که میانه حال پیروی حضرت نوح را کردند، بعضی از اریستوکرات ها و بعضی از الیت و نخبگان اون قوم اومده گفتن که ما با اون دینی که پیروان اون اکثرا از طبقه فقیر و فقرای بیچاره هست، با اون دین داخل شده نیستیم و اون دین رو قبول نداریم و اونها رو از پیش خودت دور کن، بعد ما دین تو رو قبول خواهیم کرد. این قصه برای ما بخش از گستاخی، گردنشخی، گردنکشی و تکبر و استکبار توده از مردم را به تصویر میکشد. باز از طرف دیگر شکیبایی، صبر، تحمل، بردباری حضرت نوح علیه السلام را برای ما به تصویر میکشد که قوم خود را 950 سال دعوت کردند. خیلی الله تعالی میگه الف سنه الا 50 عاما، یعنی 1000 سال، 50 سال کم، 1000 سال قوم خودش را به سوی خدا دعوت کرد. سوره داریم به نام نوح علیه السلام که اونجا نوح علیه السلام میگوید ربی انی دعوت قومی لیلا و نهارا، خدایا من قوم خودم را شب و روز دعوت کردم، فلم یزیدهم دعایی الا فرارا، این دعوت من اونها را جز از فرار چیزی دیگر نیفزود. بعد نوح علیه السلام زینه به زینه میرن میگن که انی کلما دعوتهم لتغفر لهم، خدایا هر باری که من اونها را دعوت میکنم به سوی تو تا اینکه تو گناه اونها را بخشی، جعلوا اصابعهم فی آذانهم، انگشتان خود را به گوشاشون می اندازند تا اینکه سخن ما را گوش نکنند، و استغشوا ثیابهم، یا اینکه لباسهای خود، جامه‌های خود را برای خود میکشند تا اینکه ما را نبینند یا صدای ما را نشنوند.
و اصروا و استکبروا استکبارا و به شدت گردن کشی کردند و تکبر کردند و سخنهای تو را نشنیدند. یا الله، من اونها را گروه گروه دعوت کردم، من اونها را به شکل تنهایی دعوت کردم، من اونها را آشکار دعوت کردم، من اونها را نهان دعوت کردم، لیکن اونها دعوت مرا نپذیرفتند. نوح علیه السلام راهها و وسیله های گوناگون را استفاده بردند تا اینکه این قوم گستاخ را به سوی خداوند یگانه سوق دهند و از عبادت به اون بت‌ها و سنگ و چوب‌ها بیرون کشند. ببینیم برادر عزیز، این آیات‌ها رو کمتر اگر تأمل کنیم ببینیم که مردم گستاخ بودند که پیامبر آمد تا آنها را از باطلاق گمراهی، از بندگی به بنده بیرون کشد و آنها را به سوی جنت سوق دهد. حضرت نوح مثال میزدن تا اینکه مردم رو به دین دعوت کنند. از جمله مثال‌های عقلی بود. مثلا میگفتن که آیا شما این 7 آسمان رو نمیبینید که خداوند چه خیلی بیستون آفریده است؟ آیا مهتاب رو نمیبینید که چه خیلی مایه روشنایی قرار داد؟ آیا آفتاب رو نمیبینید که خدای تعالی همچون چراغ فروغان قرار داد؟ و اینچنین الله تعالی زمین را برای شما گسترد تا اینکه بالای اون روید، در آن وادی ها قرار داد، در آن همواری ها قرار داد تا اینکه شما به مشقت بالای آن راه روید. همین طور همین اسلوب ها را حضرت نوح استفاده می‌بردند تا اینکه مردم، اینکه یک انسانی که میده ترین حس کنجکاوی را دارد، با تفکر کردن در این معانی میتواند که به سوی خدا خودش رو رساند. مادامی که عقل داشته باشد، مادامی که عقلش عقل آزاد باشد، مادامی که عقلش در طبقه پیشی یک شخص گذاشته نشده باشد، یا که عقلش مصادره نشده باشد، مادامی که عقلش پیشکش به سرکرده‌ای بگویم که باطل نباشد، این آدم میتواند که با میده ترین حس کنجکاوی خدای خودش را شناسد. بنابراین این نمود آیات ها در قرآن زیاد است که انسان را به تأمل و تفکر و تدبر به محیط سوق میدهد. مثلا الله تعالی در این آیات میگوید که والله انبتکم من الارض نباتا، شما را خداوند از زمین مثلی که نبات را رویانید همین طور رویانید، یعنی که از خاک شما را آفرید، باز به همون خاک باز میگرداند و باز از همون خاک بیرون میکشد. وقتی که این آیات ها را، وقتی که این دلیل ها را حضرت نوح برای قوم خود پیشکش کردند، تصور کنید این صبوری، این تحملی را ببینید که 950 سال دعوت میکردند. وقتی که نوح علیه السلام قوم خود را دعوت میکردند برادر عزیز، برخورد اونها چی جوری بود؟ چه نوع اونها به نوح علیه السلام برخورد میکردند؟ در روایت آمده است که تا حتی وقتی که با حضرت نوح روبرو میشدند، موسفیدها همراهشون نبیراشون بود، میگفتن که مبادا بعد از مردن من همین مردک گپش گوش نکنی، مبادا پیروی همین نشوی. تا حتی بعض موسفیدها هنگام مردناشون پسراشون وصیت میکردن که مبادا پیروی نوح نشوی. وصیت من همین است که دین نوح را قبول نکن. یعنی خود عقلشون زنجیر پیچ بود و میخواستن که عقل زنجیر پیچ شده خود را برای نسل آینده نیز میراث گذارند و نسل آینده نیز همین مثل اونها به همین عقل زنجیر پیچ خود زندگیش پیش برد. در جای دیگر الله تعالی برخورد قوم را در قرآن به تصویر کشیده میگوید که اونا گفتن که یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا، ای نوح تو جدال کردی، با ما بسیار و کشمکش ها کردی، بیا اون چی که وعده میکنی بیا بر ببینیم که چی است. یعنی در نظر دارن عذاب الهی را، چون که نوح علیه السلام میگفت که اگر شما از همین شرک دست نکشید و به اصل خود که توحید و یکتاپرستی از باز نگردید، عذاب الهی بالای شما خواهد آمد. اونها گفتن که بیار اون چی که تو وعده میکنی، اون چی که خدای تو وعده میکنه. یک نمود برخورد دیگر اونها را قرآن وصف میگوید که اینجا الله تعالی میگه که وقال الملأ الذين كفروا، یعنی که اینجا گوییم که الله تعالی یک گروه رو وصف میکنه که اونها به اصطلاح نخبگانند، الیتایند، یا که اریستوکرات های قوم هستند یا هم بورژوازهای هستند که در اونجا زندگی داشتند. وقتی که با نوح علیه السلام برخورد میکردن تا همون گوییم که سلیقه اریستوکراتی خود را از دست داده، میگفتن که ما گمان داریم، یعنی که ملایم، یعنی که به یک گوییم که سخنی که به اصطلاح کاغذ پیچ میگفتن که تو دروغگو هستی و انا لنظنک، یعنی گمان داریم که تو از جمله دروغگوها باشی. بعد از اون نوح علیه السلام دعوت خود را دوام داد و از الله تعالی وحی آمد که ای نوح
دیگر از قوم تو کسی ایمان نخواهد آورد بجز اون انسان‌هایی که ایمان آوردند. یعنی که در بعضی روایت گفتند 40 نفر بودند، بعضی روایت گفتند 80 یا 81 نفر. دیگر خودت رو زحمت نده و دیگر کسی از آنها ایمان نمی آورد. و اینجا بود که حضرت نوح نیز به الله تعالی دعا کرده گفتند. نوح علیه السلام گفتند قال رب انهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده الا خسارا. خدایا اینها ما رو سرکشی کردند، اینها ما رو گوش نکردند و پیروی کردند از اون چیزی که برای اونها فایده ای ندارد، برای اونها فقط زیان بسیار خواهد آورد. همینطور حضرت نوح به خداوند درد دل کردند. بعد شروع کردند به دعای بعد و گفتند ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. خدایا در روی زمین دیاری از این دیار انسانهای کافر را نگذار، همه اون را از روی زمین محو کن، زیرا اینها همچون یک دوپاهایی هستند که عقلیت آنها عقلیتی چهارپایانه هست. انک ان تذرهم یضلوا عبادک. ای خدا اگر اینها رو گذاشتی اینها بازم بندگان تو رو گمراه میکنند. ولا یلدوا الا فاجرا کفارا. یعنی اونها وسیله های ایجاد میکنند، وسیله های تعلیمی ایجاد میکنند و وسایل اخبار برای خود آماده میکنند که فقط وظیفه آن نسل آینده رو گمراه کردن است، وظیفه آن مردم رو از خدا دور کردن است، وظیفه آن که اون وحی که از شیطان به آنها داده می شود اون رو در جامعه پهن کردن است. بنابراین گفت اونها رو نگذار الله، اونها رو ریشه‌کن کن. همین طور دعا کردن حضرت نوح. و اخیراً الله تعالی دعای نوح علیه السلام را اجابت کرد. دوام قصه ساختن کشتی و نجات یافتن بشریت و غرق شدن گروه کلان از بشریت را در حلقه آینده خواهیم گفت و شما را به پناه الله تعالی میسپارم و خداوند شما را نگهبان باشد.